چه صدای خوب و فارمه! البته هر یک شخصیت آرزوی آن را دارد که روز قدم زنان در پاکترین و مقدسترین مکان در نزد خانه پروردگارش با آواز بلند این صدای تلبیه را بخواند. ولی الله متعال ذاتی است که یفعل الله ما یشاء و یحکم ما یرید. هر آن چیزی را که پروردگار اراده بکند هر آینه ان همان چیز خواهد بود. بالاخره وزارت حج و اوقاف مملکت عربستان سعودی رسما اعلان نمود که حج 1441 حج فرضی 2020 برای زیارت کنندگان و حج کنندگان خارجی ممنوع و منع شد. پروردگار جامعه بشری و بندگانش را امسال با سنجش های جدید و نوی، با سنجش های مصیبت آور سنجش خواهد کرد و خداوند بندگانی را که در سال گذشته حج بنموده بودند از جمله کسانی نمود که عاقبت آنها به خیر گشت و آنها از جمله کسانی گشتند که از حج، از اجر و ثواب زیارت بیت الله محروم نگشتند. و شاید بندگان امروز از آن عملهایشان که زیارت کردن خانه خدا را برای خود سبک می شماریدند و چنین می پنداشتند که این عملی است که فقط پولت را می سپاری و کدام وقتی که خواهی می روی و این اجر و ثواب را به دست می آری. ولی این خیال خام در قلب آنها ماند و بالاخره چون عمل نیک را به زودی انجام ندادند پشیمان گشتند. برای ما البته اون چیزی که خداوند در تقدیر ما می آرد و ما به آن چی نیک و چی بد است دوچار می آییم تقدیر خداوندش می دانیم و به آن الحمدلله می گوییم و این نوع عبادت است برای ما بندگان خداوند که باید چی در نعمت و چی در نقمت و چی در مصیبت خداوند را حمدگو باشیم. ولی شخصیت هایی بودند که آرزو داشتند که قدمهایشان را در پاکترین اماکن، در قدمگاه هایی که آنجا قدمگاه های محمد پیامبر صلی الله علیه و سلم، قدمگاه های ابو بکر ها و عمر ها، عثمان ها و علی ها، خالد ها و ابو ذر ها بود بمانند. از جمله کسانی باشند که حجر الاسود را ببوسند، مقام ابراهیم را زیارت کنند، دست به رکن یمانی بمانند، به نزد پیامبرشان بروند، محمد نبی صلی الله علیه و سلم را از نزدیک در روضه مطهره زیارت بنمایند، در مسجد الحرام نماز بخوانند، در آن جایی که 10 سالها آرزو میکردند و نماز میگذاریدند به سوی آن کعبه و آرزو میکردند که خداوند آن روزی را برای آنها بیارد که در آن پاکترین و مقدسترین موضع در نزد خانه پروردگارشان سجده شکر بنمایند، به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم بروند، به پیامبرشان از نزدیک سلام بگویند. ولی خداوند چیزی دیگر میخواست. امروز برای جامعه بشری روز آمد که خداوند توسط مصیبت‌های جدید و نو بندگانش را سنجش میکند.
سنجش میکند که تا آن که در این مصیبت ها، بعد از آن که نعمت های بزرگ به بندگانم عطا بنمودم، برای آنها مصیبت های بیارم و دوچار سنجش های مصیبت آور نوشان بنمایم و ببینم که این بندگان چه خواهند کرد. البته آن روز آمد که ما در پیروی از سنت پدر و بابایانمان که مدت 75-80 سال صبر می‌نمودند و منتظر شدند و دعا می‌کردند همیشه که روز پروردگارشان راه زیارت خانه خودش را برای آنها باز می‌کند و خداوند روزی را برای آنها می‌رساند که آنها زیارت کننده لبیک گویان به خانه پروردگارشان می‌روند و مناسک حجشان را انجام می‌دهند. خداوند آن روز و ایام را برای آنها رساند. البته کسانی که از گذشتگان ما، پدر و بابایان ما زنده ماندند، بعد از گذشتن 75-80 سال به زیارت خانه پروردگارشان رفتند و خداوند آنها را از این ثواب محروم مگرداند. و هم در صبر کردن و در منتظر بودنشان اجر بنمودند و هم ثواب زیارت خانه پروردگار را گرفتند. در پیروی از سنت بابایانمان از برادران دعوت می نمایم، چه کسانی که حج کردند و چه کسانی که حج نکردند، صبر می نمایید، زیرا صبر عملی است که خداوند آنها را بر تمام پیامبران امر و توصیه بنموده است. صبر عملی است که اجر دارد و منتظر باید شد و همیشه باید در دعا بود که خداوند روزی را بیارد که باز لبیک گویان با صدای بلند به زیارت خانه پروردگارمان برویم. خداوند برای ما شاید بعد از گذشتن ماه‌ها، شاید بعد از گذشتن سال، خداوند همیشه در دعا باشیم برای ما روزی را بیارد که باز به این آرزویمان برسیم و قلباً دعا بنماییم که خداوند ما را نصیب بگرداند که که حج کنند. و همین خاطر بینید که خداوند هر نفری که تا امروز حج کرده است نصیب گردانده است که 2020 سالda کوشش کردن، حرکت کردن که حج کردن. اما نفرانی که نتوانستند در 2021 دا میتوانند حج کنند با واسطه بولگارتور. همه اینفورماسیا در اپیسانی میشه. پایان در دروین یک بار تماشا کنین، مقصد بخونین درباره 2021 چی گفتن. میتونین همراه بولگارتور به حج عمره روین، به حج فرضی روین. وعده ندادن اما پیشنهاد دارن که ماه سپتامبر شاید که عمره شده شود و همه شما رو دعوت میکنیم.